آفتاب پرست ها. گفتم خب این آفتاب پرست که من دارم زنده است. امام فرمود این برای کمخونی داسی شکل مؤثر است. گفتم چگونه کار می کند؟ امام فرمود بیمار برهنه می خوابد و بگذار آفتاب پرست بر بدنش راه برود، آنها شفا خواهند یافت. ببرها. گفتم سبحان الله، ببر اگر مومیایی نشده باشد چه؟ امام احمد حسن فرمود اگر بیمار دچار سر، جگر و قلبش را بخورد شفا می‌یابد. این برای بیماران مبتلا به سر است که در اثر تروما یا اختلال روانی بوده است. آن دفعات تشنج را کاهش می‌دهد. مرغ‌های بهشت. از امام احمد حسن پرسیدم شخص مبتلا به صرع مادرزادی چطور؟ امام فرمود شفایی برای آن است تا زمانی که بیمار دچار کمتوانی ذهنی و معلول نباشد. گفتم پدر درمان چیست؟ امام فرمود مرغ‌های بهشت. گفتم من این پرنده های رقصنده را می شناسم. امام فرمود اگر مریض مؤنث باشد مقعد پرنده را بر روی واژن قرار ده و اگر مذکر باشد مقعد پرنده را روی مقعد مریض مذکر قرار ده. گفتم و فقط 1 دقیقه همینطور قرار میگیرد یا چه؟ امام فرمود آن بین 3 تا 5 دقیقه قرار داده می شود و هر روز این عمل تکرار می شود تا زمانی که درمان شوند. مدت زمان لازم برای درمان بیمار در هر مورد متفاوت است و به شدت آن نیز بستگی دارد. ماهی. گفتم پدرم یکی از برادران درمانی برای